ماهی که شبهایش از نور قرآن روشن است و روزهایش از عطر عبادت معطر. ماه رمضان در راه است، آمده تا قلبهای ما را از تاریکی ها پاک کند. سوال اینجاست، آیا ما آماده هستیم؟ آیا دلهایمان را برای این مهمان عزیز مهیا کرده ایم؟ الله تبارک و تعالی بار دیگر لطف خود را شامل حال ما گرداند و ما را به آستانه ماه رساند که سراسر برکت، رحمت و مغفرت است. دوستان عزیز، تصور کنید که یک مهمان بسیار عزیز، بسیار محترم و پر از خیر و برکت به سوی شما می آید. شما برای استقبال از او چه کار می کنید؟ دوستان عزیز، دو نکته مهمی که در این آیه مبارکه قابل بحث است فراموش ما نشود. رمضان ماه قرآن است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بسیار خوشحالم که در این لحظات زیبا همراه شما هستم. اگر برای اولین بار است که ویدیوی مرا میبینید، من خلیل الرحمن مصباح هستم، علاقمند به قرآن، حدیث و علوم دینی و هدفم این است که در کنار شما معارف اسلامی را به روش ساده، شیرین و جذاب بیان کنم تا همگی از نور هدایت بهره ببریم. و حالا یک پیام مهم من برای شما دوستان این است که لحظه چشمهایتان را ببندید و فکر کنید ماه رمضان در راه است. هنوز نرسیده اما فاصله زیادی هم نمانده. به زودی این ماه مبارک از راه می رسد و درهای رحمت و مغفرت گشوده می شود. سوال اینجاست، آیا ما آماده هستیم؟ آیا دلهایمان را برای این مهمان عزیز مهیا کرده ایم؟ پس دوستان عزیز، رمضان در راه است. بیایید با هم برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده شویم. الله تبارک و تعالی بار دیگر لطف خود را شامل حال ما گرداند و ما را به آستانه ماه رساند که سراسر برکت، رحمت و مغفرت است. ماهی که شبهایش از نور قرآن روشن است و روزهایش از عطر عبادت معطر. دوستان عزیز، تصور کنید که یک مهمان بسیار عزیز، بسیار محترم و پر از خیر و برکت به سوی شما می آید. شما برای استقبال از او چه کار می کنید؟ خانه را تمیز می کنید، بهترین لباس ها را می پوشید و با شوق و اشتیاق او را در آغوش می گیرید. رمضان نیز چنین است، مهمانی که با خود نور، آرامش و پاکی می آورد. اما این مهمان فقط برای نشستن و گذراندن وقت نیامده است، بلکه آمده تا قلبهای ما را از تاریکی ها پاک کند و روح ما را به آسمان ها پیوند دهد. چرا رمضان مهم است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده است. هدى للناس، هدایت و رهنمایی است برای مردم، و بینات من الهدى والفرقان، و نشانه های روشن از هدایت و حق از باطل می باشد. دوستان عزیز، دو نکته مهمی که در این آیه مبارکه قابل بحث است فراموش ما نشود. اولین نکته، رمضان ماه قرآن است. رمضان ماه قرآن است، چرا که گفتم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی این ماه فرصتی است که دوباره به قرآن نزدیک شویم. دومین نکته، رمضان ماه هدایت است، یعنی کسی که در این ماه تلاش کند مسیر زندگیش را میتواند تغییر دهد. و سوال دیگر دوستان عزیز که چگونه خود را برای رمضان آماده کنیم؟ یک ماه پر از رحمت در راه است، اما آیا ما آماده هستیم؟ اگر باغبانی بخواهد زمینش را برای بهار آماده کند، اول از همه خارها را پاک می کند، خاک را تازه می کند و بعد بذر می پاشد. پس برای ما مهم است که قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان خود را آماده این ماه مبارک گردانیم. 3 گام مهم برای استقبال از ماه مبارک رمضان. اولین چیزی که مهم است، دل را پاک کنیم. اگر از کسی دلخوری داریم ببخشیم، از گناهان استغفار کنیم. دومین چیزی که مهم است، برنامه داشته باشیم، چه مقدار قرآن می‌خواهیم بخوانیم، چقدر عبادت کنیم. سومین چیزی که مهم است، دعا کنیم، از خداوند بخواهیم که ما را یاری کند تا رمضان را به بهترین شکل درک کنیم. و این نکته هم فراموش ما نشود عزیزان که رمضان یک فرصت طلایی هست. دوستان عزیز، فرصت‌های زندگی همیشه باقی نمیماند. شاید سال بعد رمضان را نبینیم، اما امروز که این نعمت را داریم، بیایید از همین لحظه تصمیم بگیریم که این رمضان را به بهترین رمضان عمرمان تبدیل کنیم.
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ماه مبارک رمضان می تواند نقطه عطف در زندگی ما باشد. بیایید با هم از همین حال آماده شویم. اگر این ویدیو را دوست داشتید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا همه با هم برای این ماه مبارک آماده شویم. و فراموش نکنید برای اینکه ویدیوهای بعدی ما درباره رمضان را از دست ندهید، همین حالا کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید تا اولین کسی باشید که از محتوای جدید با خبر می شود. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. اگر شما هم ایده برای بهتر درک کردن رمضان دارید در کامنت ها بنویسید. ما اینجا هستیم تا با هم این سفر روحانی را آغاز کنیم.